حضرت این ناتو شده خیلی حمله پرید خبرگیر رو با خیلیت ساعت سلامت رو بده زولو در چیز نمی کریه که استوزه من این دفعه بیعصا میبینیم بسیار حضرت یک دیوار ممکنه که جون بگذاری کجا تونده بود زدی نفر میباش ما ایش نبودیم چخیلی جامعه خلال نمید تا جامعه نه؟ خدا کدوم دوستان مبارک آمین جمله ما را خدا من نجات بده فرزنداش هم رسید خودش خدمت هزار رحمت شما شما تشکر شما خوبه الحمدلله یارای مقدس همه خوب همه خداوند نگه دارد آمین چه حال داری؟ مثال اوخانای سرچور و شکرش دار خیتو دو خشی دیگه امید أنا زفر أحمد محمد تقي أنا زفر أحمد العثماني در إعلاء السنن الرسول أو باید ماموریت إعلاء السنن همین حدیث یا این کدر باید دلیل زیاد اضافه کرده برای تقویتش برای حجت بودنش که باید این نظری که علامه طحاوی گذشته گاید و این مقامی باید از محمد تقی عثمانی محمد شفیع عثمانی بالاتر و استاد اینا هستن هر دوش هم علامه طحاوی هم زفر احمد عثمانی این اصولی که خود ما حتی یک ردیه رو که نمی‌شونده بود در محمدی من اون مسجدی که در سعودی است همین مثلا وقتی که من جایز گفته در اینترنت در نام برام ما باید یک ردیه نمیشه مفصل یک جواب در رویگاز در اینترنت چیز و حدیثی مثلا من چیز آوردنی شرط بندی حضرت ابوبکر با مثلا چیز آوردگی است با مشرکا رو در مسئله روم فارس جنگ روم فارس با مسئله ریبای حضرت عباس مثال آوردگی است که تا وقتی که مثلا پیغمبر خدا سال حجة الوداع بر ریباهای کریم بکار کرد حضرت عباس مسلمان بود میگه سال جنگ بعد اسلام قبول کرد بود در مکه باید کافرها رو میگه با کافرها معامله داد پول میداد قرض با میگرفت میگه تو و حضرت میگه سال حجة الوداع بر ریباهای بکار کرد یا عالم دلیل داره غیر با این حدیث لاریبا بین‌المللی یک روایت دیگه هم داره و از دینار به دیناره گفته آیا دیمان برام دیگه نویسندگی داره من همین الاستان کشای کتاب بای همین عباره لاریبا بین‌المللی علامه مرفوع ایو مرسله یعنی صحابه از سند در دیگه خود امام کی روایت کرده مقبول از پیامبر خدا روایت داره بند یه نفر و رومی باشه صحابه باشه که نشته این حدیث میگم مرسل هم از این ما قابل احتجاج است شافعی هم حتی مدام میشیدم نمیشون سه مذهب قابل احتجاج است این همه از مقبول نسبت شده است میگه که رسول الله همین از دلیل نوشته های آخرش اومده درخواست کرده باشه. خیلی کتاب مفصل دو جلده
در اونجا این بحث ریوا بین مسلمان و چوی کامل سیاه میشه بعد در آخر هم کنی یک جمله که خلاصه میکنه که امروز در بین فقهای مذهب احناف شبه اتفاق است که مذهب ابو حنیفه در این مسئله مرجوح قول جمهور راجع به این خلاصش اگه اینکه بین مسلمان و غیر مسلمان نواسط دو باشن حرام می‌داره حضرت همین اسلامی و عدالت و حقوق ظاهری همون میگه که این قولی مکحول میگه این نسبت هم نداده است با پیامبر مفتی میز ما علی اسمه چنو داره علی جمعه فتوش در رسی منه و این مسئله باید ترجیح میتیم از این مورد میگه در دارالکوب به همه قول امام اعظم عمل کنه به همه قول از حنفی عمل کنه تو به شافعی خودش و حنفی نیست